طی چند روز است که در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر ترسونزاده دور اول آزمون علم فروغ معرفت گذرانده می شود. در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 1، 2 و لیسه پرزیدنتی برای خوانندگان لیاقتمند شهر ترسونزاده دیدن کردیم. خوانندگان از روی 6 نومیناسیا فیزیکا، شیمیا، ماتماتیکا، بیولوژیا، گئوگرافیا و اینفرماتیکا در آزمون اشتراک کردند. خوانندگان از 6 نومیناسیا عین حال در آزمون اشتراک کرده ایستادند. زیاده از 287 نفر خوانندگان امروز در آزمون اشتراک دارند. من امید دارم و باوری دارم که خوانندگان ما که در دور اول آزمون عین حال اشتراک دارند در دور دوم، سوم و چهارم نیز فعالانه اشتراک کرده سزاوار جایهای نمایان میشوند. از شماره خوانندگان ما از فنهای شیمیا 10 نفر، گئوگرافیا 12 نفر، الگبرا 9 نفر، بیولوژیا 12 نفر و تکنولوژی اطلاعاتی 9 نفر اشتراک میکنند. تمام صنف‌ها آماده به آموزگاران وابسته کرده شده‌اند. با تشکیل نمودن چنین آزمون‌ها و صیقل دادن دانش خوانندگان توانستند تنها در سال 2021 شماره جوانان با استعداد تاجیکستانی که در دانشگاه‌های با نفوذ خارجی مملکت تحصیل می‌کنند به 42000 نفر رسید و آنها در 25 دولت خارجی تحصیلی باقرار دارند. در مؤسسه هر هفته با راهبری کتابدار مؤسسه تیاری به همین آزمون‌ها گذرانده شده است. ما کلی آموزگاران مؤسسه امید داریم که خوانندگان ما در یک روحیه بلند این آزمون را می‌گذرانند و جایهای سزاوار را نایل می‌گردند. زیاده از 200 نفر خوانندگان ما از روی 6 نومیناسیا اشتراک کرده و برای غالبان به دور شهری فراخت می‌گیرند. ما باوری داریم که خوانندگان ما با دور ناحیوی فراخت گرفته سزاوار جایهای افتخاری میشوند و نام مؤسسه را بلند میبردارند. در دور اول آزمون علم فروغ معرفت در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر ترسونزاده هزارها خوانندگان شرکت ورزیده از آن فعالان برای اشتراک در دور دوم شهری راهخط گرفتند.